اون چیزی که افتخار داره و اون چیزی که آدما باید بابتش از خودشون ممنون باشن و پوزشو بدن اینه که یه کارایی رو هرگز نکردن، اینکه یه چیزایی رو هرگز تجربه نکردن، اینکه یه جاهایی دعوت شدن و نرفتن، اینکه هر نوشیدنی رو نمیخورن، هر غذایی رو نمیخورن، هر چیزی رو تجربه نمیکنن، با هر کسی نمیشینن، به هر قیمتی توی رابطه نمیرن و به خاطر هیجان و یه لذت کوتاه مدت هر چیزی رو تجربه نمیکنن. این چیزی که امروز ما باید بهش افتخار کنیم نهاییه که داریم میگیم. باید انقدر آگاه باشی که شجاعانه نبگی، انقدر برای روحت و بدنت ارزش قائل باشی که هر کاری رو نکنی. صادقانه میخوام بهتون اینو بگم، تجربه های ما به خصوص تا سن 25 سالگی اثر و افکتی که روی آیندمون داره میذاره انقدر زیاده که گاهی وقتا تو بابت یه اشتباه یه سال، یه ماه یا یه روز عقب نمیافتی، گاهی وقتا 10 سال عقب میافتی. گاهی وقتا نه تنها 10 سال عقب میافتی، بلکه باید کلی هزینه بکنی تا بتونی اون زخم خودت رو التیام ببخشی و شفاش بدی، تا بتونی بقیه زندگیت رو بهتر و سالم‌تر پیش ببری. ما برای موفقیت به روح سالم نیاز داریم، به قلب سالم نیاز داریم، به جسم سالم نیاز داریم.